نوید عطایی کیه؟ بگو ببینم. نوید کیه؟ از ما میپرسی؟ خب من که 100 دفعه گفتم یه سپاهیه، عامل نفوذی جمهوری اسلامیه، یه کشیش دروغیه، یه نبی کذابه، از طرف جمهوری اسلامی اومده داخل کلیسا برای اینکه اسم کلیسا و مسیحیت رو خراب کنه. حتی مأموریتت هم گفتم. خب بقیه‌اش فرمان دادم 100,000 نفرتون رو کشتند. به فرمان من بود که جوانای ایران مردند. من فرمان دادم چون بچه‌ها مردند. من فرمان دادم. وای به حالت نوید عطایی. تو الان با زبان خودت اعتراف کردی که تو و اون سردمداران حکومت که در حال اربابان تو هستند خون جوانهای ما رو ریختید. حالا ببینیم زنش که اونم به هر حال دستشون توی یک کاسه است، دختر سردار سپاه، سردار پهلوانی هستش. ببینیم که اون داره در مورد ترامپ و جنگ و این چیزا چی میگه. آمریکا چرا لشکرکشی کرده؟ برای اینکه قراره ایران رو شخم بزنه با این تجهیزاتی که آورده دور تا دور ایران چیده، قراره که ایران رو شخم بزنه. حرفاتون بوی تعفن جمهوری اسلامی رو داره. یعنی قشنگ سناریوی جمهوری اسلامی رو دارید انجام میدید. داره فکر کردید مردم خرن نمیفهمن؟ نه، مردم خیلی زرنگ‌تر از این حرفا. اونایی که رفتین راهپیمایی، اونایی که رفتین، پس فردا نیاین دوباره به خاطر کشته شده ها یه راهپیمایی دیگه صورت بدینا. مسئول مرگ آدم‌هایی که از ترامپ کمک خواستن شما هستین. خون مردمی که قراره با جنگی که ترامپ راه میندازه ریخته بشه روی دستان شماست. اولا که اون مردم رفتن برای اینکه دفاع کنن از مظلوم و صدای مظلوم ها باشن. خب این از این. دومیش اینه که الان شوهر خودتو اعتراف کرد که خون اون بچه ها، اون جوون ها، اون آدم ها برگردن خودشه. سوماً چقدر شما کثیفید. حالا بریم ببینیم که ترامپ به دستور کی عمل میکنه. ترامپ نبود شب نظر منه. بهتون گفته بودم ترامپ ابزار دست منه. هر موقع فرمان بدم میاد گردناتون رو میزنه. هر وقت فرمان بدم میاد همتون رو میکشه. هر وقت فرمان بدم جنگ رو میندازه. من باید بهش فرمان بدم. جرأتش نداره بدون فرمان من کاری بکنه. چون دنیا خدا داره و خدا چه بر همه چیز حاکمه. حتی حرفاتون با هم دیگه مچ نیست. حتی با هم دیگه صحبتاتون هم یکی نیست. این که میگه من باید به ترامپ دستور بدم، من باید، ترامپ نبوکدنصر منه. پس چی شد؟ چرا حرفاتون اینقدر تناقض داره؟ اون آدمایی که خوابید چرا این نمیفهمید؟ چرا اینا رو نمیبینید؟ متوجه نمیشید اینا از کجا دارن نشأت گرفتن؟ متوجه نیستید که اینا کیان؟ ولی به زودی شما باید پاسخگو باشید. چه خارج از ایران چه داخل ایران، شما حتما باید بابت تک به تک این چیزهایی که گفتید پاسخگو باشید و پاسخگو خواهید شد. مطمئن باشید. به امید ایران آزاد.